چرا اینجوری شده؟ اداره برق یه جوری آبو قطع کرده، اداره گاز آبش اومده. بذار ببینم. دست نزنی برق داره. نه بابا. آره بابا، یکی از آشناها دیشب رفته دستشویی، آبو وا کرده، برق داده، گاز و گوزش قاطی شده. الان باید به کدوم اداره زنگ بزنیم؟ معلومه دیگه، اداره آب و گاز و لاب. مگه جاشون عوض شده؟ آره دیگه، برق رفته جای آب، آب اومده جای گاز، گاز رفته جای مخابرات. ماشاءالله همیشه در حال پیشرفتیم. بله، برق گوزدار، گاز بودار، امروز هم آب گازدار. سلام چشم ای پرنده مهاجر، سفر سلامت اما به کجا میری از موتورا هم دیگه رو بند نمی‌کنن. نمیدونم چه خصومتی با هم داشتن قبلا. از عجایب روزگارا ببینید چطور به هم چسبیدن. آقا هیچ کس هم نمیتونه جدا کنه. آقا نرو جلو میخوره پاس. شوخی بردارم نیست. مردم هم وایستادن به این صحنه عجب غریب جهانی. نگاه کنید، نمیشه اینا رو آروم کرد. پشتی کج به سبک موتور سواری. آقا این دوتا موتور سوار رضایت دادن همدیگه رو بخشیدن. این موتورها نمیدونم چه خصومتی که پدر پشتگیر با هم داشتن از قدیم. من به درد نمیخورم. برو پایین لشی، برو پایین کسکش. دنبال من نیا مادر قهوه پوفیوس.